یا بعضی کتاب های هست که کتاب عقیده هست، حدیث هست لیکن حدیث های عقیدوی هست، یا می شود حدیث های تاریخ باشد. علم حدیث طبق گفتی بعضی علما اصل تمام علم ها هست، برای اینکه در داخل علم حدیث علم تفسیر هم هست. شما به صحیح بخاری نگاه کنید، به جامع ترمذی امام ترمذی نگاه کنید، کتاب عقیده دارد، کتاب ایمان دارد، کتاب توحید دارد، کتاب فرشته ها دارد، کتاب قدر دارد، کتاب پیغمبر ها دارد، کتاب تاریخ دارد. همه کتاب ها رو در بر گرفته است. کتاب آداب دارد، کتاب فقه دارد، کتاب تاریخ دارد، کتاب تفسیر دارد، کتاب مصطلح الحدیث دارد. فراوان است، بنابراین جامع نامیدند. حتی کتاب تعبیر خواب ها دارد. برای چی؟ برای اینکه کتاب جامع است. کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمت الله علیه کتابی است که عبارت از 2000 حدیث است. حدیث های رقایق است، حدیث هایی که پند و نصیحت هست، قلب را ملایم میکند. یا مانند الترغیب و الترهیب از آن حافظ منذری، حدیث هایی هست که انسان را به کارهای ترغیب میکند، شوقمند میکند و از کارهای که حرام است و مکروه است ترهیب میکند، یعنی میترساند و برحذر میکند.